سلام دوستا، خوشمزه ترین و آسان ترین کبابی که هر کس میتونه در خانه تیار بکنه، ولی به طعم و لذت کباب رستوران ها. اگر یک بار این کباب آماده بکنین، نوشیجان کنین، دیگه از بیرون کباب نمیگیرین. بسیار تازه، آسان، خوشمزه. به خصوص که عید قربان به خیر نزدیک است، این کباب را تیار بکنین، هم وقت کم میگیره و هم بسیار خوشمزه است. حتما مهمانایتان ازتان پرسان میکنه که چه قسم تیار کردین. ویدیو را شما سیو داشته باشین، لایک بکنین، صفحه مرا هم فالو داشته باشین، ویدیو را امروی دوستایتان هم شریک بسازین که طرز تهیهش به خیر برتان بگویم. این بار من از گوشت گوسفند استخواندار تیار میکنم، به خاطر که زیادتر براتان آسان شود. ضرور نیست که تنها از گوشت سرخی تیار بکنین و گوشت پاک صفا میشوییم، بر روغن کمک سرخش میکنیم و به اندازه که من برای شما نشان میدم، رنگش که همین رقم طلایی شد، بعد از او شما گوشت را میگیرین، بعد دیگ بخار اضافه میکنین. کسایی که البته از چربی زیاد پرهیز هستین میتونین از گوشت گوساله تیار بکنین و ما از گوشت مرغ هم تیار کردین، در پیجم است. بعد از او به دیگ بخار نیم گیلاس آب اضافه میکنین و یک قاشق چای خوری مرچ سیاه اضافه کنین و همچنان یک قاشق چای خوری نمک اضافه بکنین، البته قدر ضرورت، و همچنان سیر تازه اضافه میکنیم و سر دیگ بخار بسته میکنیم. میمانیم که گوشت بخار بگیره تا نرم شود برای یک 20-25 دقیقه و ببینین که هیچ آب نداره، گوشت نرم شده. و اینجا من یک دانه زغال تازه میکنم، زغال عادی است که به کوره کباب شما از هر جای میتونین به دست بیارین. بعد از او ایره به داخل دیگ میمانم و یک قطره از روغن عادی، ضرور نیست که داغ یا سرد، عادی روغن بالایش میچکنید و سر دیگه بسته میکنین. همون دود باعث میشه که گوشت خوشبوی و خوشمزه شود و یک کباب خوشمزه تیار شود. و من برویش از مرچ خشک افغانی و قوره انگور استفاده میکنم که مزهش دوچند میکنه. دیگه حتما تیار بکنین دوستا. خدا کنه ویدیو براتان کمک شده باشه، همراه دوستایتان شریک بسازین و بخیر ای کباب را تیار بکنین. در کامنت ها نظرتان شریک بسازین. در آخر ویدیو یک دنیا تشکری میکنم از فالوورای عزیزم، از دوستایی که ویدیو را میبینین، همیشه صفحه مرا حمایت میکنین. قربان دوستایتان و من تک تک کامنتایتان رو میخوانم. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.